أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم خدمت شما دوستان نهایت عزیز. خدا کند که جور و صحتمند باشید. دوستان عزیز، امروز در 4مین جلسه قرار داریم و موضوعی که میخواهم به حضور شما بیان کنم لحن می باشد. اولا میپردازیم با تعریف لحن. لحن خودش به اصطلاح تجوید در لغت اشتباه خواندن را گویند یا اشتباه خوانی را گویند و در اصطلاح خواندن قرآن کریم برخلاف قواعد و قانون علم تجوید عبارت از لحن می باشد. و لحن بر دو قسم است: لحن جلی و لحن خفی. لحن جلی عبارت از اشتباهی بزرگ و آشکار است که معنی کلمه را مختل سازد، یعنی مربوط به صفات لازمی و اصلی می باشد که اگر مراد نشود حرف را از بین می برد، که اکثریت وقتها تغییر معنا در کلمه می شود که اگر در نماز باشد نماز را فاسد می سازد و جلوگیری از این نوع لحن حتمی و لازمی می باشد. دوم، لحن خفی. غلطی ریز و پنهان عبارت از لحن خفی می باشد که مربوط به صفات عارضی حرف می باشد که اگر مراد نشود معنی کلمه را مختل نمی سازد، اما مشکلی که دارد این است که زیبایی و حلاوت تلاوت قرآن عظیم الشأن را از بین میبرد. مانند احکام حرفی را، یعنی در جایی که را پر خوانده می شود او را ما باریک بخوانیم، مانند صراط المستقیم بخوانیم صراط المستقیم. و امروز در همین جا درس خود به پایان میرسانیم و جلسه بعدی ان شاء الله العزیز اگر حیات باقی بود موارد لحن جلی را به شما خواهم رساند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.